салом бинандагони азиз, ин шабу рӯз мавзӯи муҳоҷирати кории тоҷикон ба Бритониё дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд бостоб мешавад. Азбаски муҳоҷират ба Бритониё барои Тоҷикистон як таҷрибаи нав аст, бештари суолҳои корҷӯён бепосух мемонанд ва таҷриба ҳам нишон медиҳад, ки бархе муҳоҷирони корӣ ба доми қалобон меафтанд. Барои гирифтани посух ба ин ва дигар суолҳо, ҳоло мо бо Сафири Бритониёи кабир дар Тоҷикистон Тим Ҷонс ҳамсуҳбат мешавем. Салом муҳтарам Сафир, хуш омадед ба барномаи меҳмони озодӣ. Соли 2022 Британияи кабир бори нахуст дарҳои худро барои муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ боз кард. Лутфан мегуфтед, ки дар соли гузашта чӣ қадар муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон ба Британия сафар карданд ва шумо чӣ қадар раводид додед? من اول میخوام به رادیو آزادی سپاسگزار اظهار کنم که این امکان دارم شرح برنامه کارهای موسمی کشاورزی در بریتانیا تشویق کنیم. این برنامه روابط تاجیکستان و بریتانیا در سراسر کشور افزایش می‌دهد و از این رو برای من خیلی مهم است که آدم‌های با برنامه تجربی خوب دارند. نمیدونیم چند تا چقدر تاجیک‌ها از تاجیکستان به بریتانیا سال 2022 سفر کردند. میدونیم علاقه سال 2021 چند تا تاجیک‌ها نمیدونیم شاید تاجیک‌ها که در روسیه کار می‌کردند سفر کردند. مشکلی است چون که میتونند از کشور دیگه سفر کنند. تقریبا 1000-2000 هزاران نمیدونیم. حالا شما در این سند با کدام نهادهای تاجیکستان همکاری میکنید؟ در تاجیکستان مؤسسه وکالتدار موجود است که مهاجران مهنت برای بررسی شدن با کار موسمی می توانند. این مرکزهای مشورتی و امیدسازی پیش از سفر برای مهاجران مهنتی نزدیکی خدماتی مخابرات در دوشنبه می شود و دیگه اون است شرکت پروفورس که شرکت که با وزارت کشاورزی بریتانیا همکاری میکنه که هم برای اون مرکزها کار میکنه. چند پیش شما اعلان داده بودید که مردم احتیاطکار باشند تا به دام قلابان نرفتند. شما از کجا خبردار شدید که در این سمت حالا قلابان دست به کار شدند؟ که مردم به سفارتخانه آمدند و گفتند که کسی اون گفت که میتونند از سفارتخانه روادید بگیرند و که پول از اون مردم بدند که روادید بگیرند. و برای ما خیلی مهم است که مردم میفهمند که سفارت بریتانیا در دوشنبه روادید احضار نمیکنه. روادید فقط از روادید برای بریتانیا تنها روی وبسایت gov.uk میتونند بگیرند. جزئیات میتونند به وبسایت رادیوی آزادی دیگه فش کنند و هم خیلی مهم است که هیچ کس که گفت که ممکن است روادید از سفارتخانه بگیره میفهمه که درست نیست. و شرکت پروفورس
که با مرکزهای مهاجرانی کار میکنه، در تاجیکستان هیچ نماینده رسمی نداره و هر کسی که فکر میکنه که شاید کسی گفت که درست نیست، میتونند از مرکزها مشاورت بشه و شماره تلفنی مرکزی شماره تلفنی 225 05 75 یا 225 02 21 و وقتی که کسی فکر میکنه که شاید که میتونه پیدا کنه آیا کسی درست گفت، میتونند از اون مرکزها مشاورت کنه. آیا شما علاقه توانستید یگان حالت مشخصی را اشکار کنید؟ آیا قلبان توانستند علاقه کسی را فریب بدهند؟ نمیدونند علاقه، میدونند چند تا هست و اون در اون صورت مقامات تاجیکی آگاه کنند برای این که میتونند فعالیت علیه اون مردم انجام کنند. خب یک سوال دیگر هم این است که بسیاری از مهاجرانی که علاقه در بریتانیا کار کردند و حالا در تاجیکستان شکوه میکنند که کاری موسمی همگی 6 ماه است و خرج راهگیری و ویزا از حساب خودشان است و برای این مدت و در این مدت آنها نمیتوانند درآمدی بیشتر به دست بیارند. چرا کاری موسمی فقط 6 ماه است؟ بله، میدونم که فقط برای 6 ماه کار میتونند کنند. این است که برنامه کشوارزی هست. نو و معمولا فصل کشوارزی 6 ماه هست. نو برای در اون وقت بگیرند 10 فوند $12 هر ساعت بگیرند که خیلی بیشتر است که مثلا در روسیه در کشورهای دیگه و می فکر میکنیم که در اون 6 ماه میتونند سه تار که در روسیه میتونند بگیرند. نو برای ما مهم است دیگه که فقط برای این 6 ماه مردم میاند و نو میتونند در سال آینده، در پس آینده وقتی که جای خوبی در انگلستان، در بریتانیا پیدا کنند که بیشتر برمیگردند و دیگه خیلی مردم در تاجیکستان به من گفت که مسئله بزرگ هست که معمولاً وقتی که مردم به کشورهای دیگه برای کار سفر کنند بر نمیگردند یا خانواده طولانی در کشور بمانند و برای وقتی که کسی در اون 6 ماه کار میکنه و بعداً 6 ماه برمیگرده، اون مسئله وجود نیست. ба ҳамагон маълум аст ки якчанд ширкатҳои кишоварзии бритониёӣ бо вазорати меҳнати тоҷикистон дар самти интиқоли нерӯи кор ҳамкорӣ мекунанд ва ширкатҳое ҳам ҳастанд ки мустақиман бо худи муҳоҷирон кор мекунанд. лутфан мегуфтед ки ҳамаи ин муҳоҷирони корӣ бештари онҳо аз тоҷикистон ба бритониё сафар мекунанд ё аз русия ва ё аз дигар кишварҳои севум?
بله میتونند از هر کشور جهان میاند و شرکت های دیگه هست. شرکت پروفوس همکاری به وزارت کار در تاجیکستان انجام میده. دیگه شرکت ها هست همه جزئیات روی وبسایت gov.uk هست و دیگه وقتی که کسی چیز گفت که مردم فکر میکنن که شاید نیست، میتونند از اون شماره تلفن مشورت بشند. مهم است که از هر کشور جهان هیچ شماره دقیق برای تاجیکستان نیست. آیا حکومت بریتانیا نقشه دارد که در آینده به غیر از ساحه کشاورزی به دیگر سمت‌ها هم مهاجران کاری را جلب بکند؟ در حال حاضر فقط برای کار کشاورزی هست. راه‌های دیگه هست برای کارمندان مخصوص یا در حال حاضر قصد ندارند اون برنامه افزایش کنند. حالا میخواستم که درباره روابط دو کشور بپرسم. مناسبت‌های دو کشور را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ امسال 30 سال هست که روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و بریتانیا هستیم و در اون وقت از صفر آغاز کردیم. روابط یواش سالانه بهتر میشه. میگم همیشه که تاجیکستان شکوفون و بسوت برای بریتانیا نیز مفید است که وقتی که روابط تجاری امنیتی بهتر میشه، همه برای وقتی که تاجیک ها میتونند بیشتر از بریتانیایی بخرند، برای ما بهتر است و هم امنیت ما در منطقه مشکل جهان هستیم و با هم برای امنیت منطقه‌ای و جهانی میتونیم بیشتر کار کنیم. و دیگه 30 سال وقت طولانی نیست. در اون 30 سال من فکر میکنم که خیلی کار میکردند و میتونیم در سالهای آینده بیشتر کار میکنیم و اون برنامه بخشی این است که مردم از سراسر کشور تجربی از بریتانیا به تاجیکستان برمیگردیم. با این تجربه برمیگردیم و این روابط این خیلی مهم است برای روابط دو کشور. جناب سفیر، حالا سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا به اقتصاد تاجیکستان چگونه‌اند؟ در حال حاضر خیلی بزرگ نیست. چند تا شرکت هست که تجربی خوب در تاجیکستان هست. امیدواریم که در سالهای آینده این خیلی بهتر بشه. در لندن پایان ماه مارس کنفرانس هست در مورد روابط تجاری سرمایه گذاری با نه تنها برای شرکت های انگلیسی بنابراین که لندن مرکز تجاری برای جهان هست که خیلی که شرکت های بین المللی امیدواریم
از اون کنفرانس علاقمند به تاجیکستان بگیرند و دیگه در ماه‌های آینده برنامه DCTS عوض میشه. اون برنامه برای بریتانیا مثل GSP پلاس برای اروپا هست که روابط تجاری بین دو کشور آسان‌تر میشه. با فکر شما جنگ در اوکراین مهاجران کاری تاجیک را در چی وضع قرار داد؟ من فکر می کنم که سرعت اول حمله روسیه علیه اوکراین وضعیت امنیتی برای همه جهان بدتر کنه که از این لحاظ وضعیت مهاجران در روسیه اصلا مشکل تری است، چون که در هر کشور که جنگ علیه کشورهای دیگه وضعیت برای مردم بدتر بشه و بله امیدواریم که هر سری که امکان صلح در منطقه برمیگرده. تشکر برای صحبت جناب سفیر. بینندگان عزیز، در مهمانی ما بودند سفیر بریتانیو در تاجیکستان تیم جونس که درباره مهاجرت مهنتی صحبت کردند. خود را احتیاط کنید تا برنامه‌های بعدی.